سحر برخیز طاعت کن که طاعت بهز هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، زمین گوید که دم دم گیر. زمین را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. صبح بخیر عزیزان دلی که گوش و تماشا با ما دارید. صبح که از خواب برخیستم با طریق فیسبوک یک نامه آمد. یک زن به من نوشته است که بسیار زندگیم وزنین است، این و آن، دو یتیم دارم، عذاب دارم، شرایطم وزنین است، کم بغل هستم، کسی نگاه بینم نمی کند، میخوام دست به خودکشی زنم، باز میترسم، در زندگی راه گم کرده شدم، نمیدونم چیکار کنم. بخشش میپرسم. اکثریت نفرانی که همین گونه میگویند من میترسم که گویم که آخر فهمیدید همش از سبب آن است که شما نمیدانید. همین نمیدانید. بدونید ای کمبغل ها، ای فقیر ها، ای نادار ها، ای نفرانی که در زندگی مینالید بسیار هستند که ناراض هستند در زندگی. خداوند هیچ کس رو به قدر ناتواناییش امتحان نمی کند. این یک. دومش، در زندگی همین قدر بزرگ ها را می خوانیم کسی راحت ندیده است. اگر شما یک روز نخورده باشید تا 3 روز در قصه ها می بیاد تا صحابه ها در شکم ها سنگ بسته می گشتند در گرسنگی. یا قصه های عبرت آمیز خیلی زیاد است از حضرت عمر که در خانه اش مهمان آمد، بپرسید میگفت یک پیاز است، یک پیاز. اینها عزیزان خدا هستند. بعد از سر حضرت موسی حتی یک کاسه در خانه اش باقی نماند. در دستتان تلفن دارید، اینترنت دارید، باز ناشکری میکنید، میگید برای من با طریق اینترنت مینویسم، میگید که من هیچ چیز ندارم، من فقیر هستم. ناشکر هستید. برای همین است که شما بودگیش را شکر نمیکنید و نمیدانید که تصورات اکثر همین است که همین باور کنید همین قدر چیزهای دغل میبید، اما شرم میدارم گویم. آخر یک چیز فراموش نکنید، خداوند یک کرمک کوره که یک قصه را میارند در همون تگ بحر بود، دریا، رزقش را میداد به واسطه یک مورچه و یک قورباغه و یک شموی بزرگ را رزقش را نمیدید. فراموش نکنید حتی در بطن مادر الکی رزقش را پروردگار می نویسد، در بطن مادر است. پس دیروز با طریق مگزین ها، با طریق رکلاموی برای یک آدم کلانسال یک تلفن دادیم. آنقدر خرسند بود، گفت که ای قسم تا حال گفت بار اول از تلفن را به دستم میگیرم، تلفنی نو. نگاه کنید، ما در دستمان تلفن داریم، اینترنت داریم، اندروید، آیفون داریم، می نویسیم که من زندگیم وزنین است، چیکار کنم؟ کار کن، کار کن. چیکار میکنی؟ کار کن، زحمت کش. عادت شده برای اکثریت همین طلبیدن. میدونید کی میطلبد؟ نفری که شرافتش رو، یعنی که غرور همه چیزش رو پسی سر میکند، بعد طلبندگی میکند. همین از نفرایی که در بازارها در قطهای کوچه ترازو میگذارند، کبودی میفروشند، از اونها عبرت کنید. ممکن همون کبودی های ما همگی 10 سومون نشود. 10 سومون برای اکثر ما پول نیست، اما غرور و شرافت ویش رو نشکسته میبرد، کار میکنند. به نالیدن و به ناشکری شیشته نمیشود. و بدانید فقیران، کمبغلان، شما یک بونوس گویم، یک بونوس دارید که
این بیزنسمن ها و صاحبکارها و دیگرها این بونوس را ندارند که شما چند صد سال پیش وارد می شوید. وارد کجا؟ شما چند صد سال پیش وارد می شوید که همه تماشا میکنند. برای همین وقتای اخیر در زندگی بسیار میبینیم که این چی بی‌معنیگی است که نان ندارم خورم خودم را میکشم. آیا ناشکری نیست؟ میبینید بسیار چادر خانه نداره، اجاره گیرید. پر هستند با نفرانی که از این جهت کمک میکنن. گیرید، اجاره گیرید، ارزان کار کنید، اما مهنت کنید، کار کنید. خداوند شما را تنها نمیماند. شما که باور ندارید، شما که تکیه ندارید به خدا. یا اکثر هستند که میبینه همین یک همسایه بای است، دیگر امید شما دائم در همون میگیرن، از خدا نمیبینن. هر کس که کباب میخورد میگذرد، هر کس که شراب میخورد میگذرد. کباب بهترین و شراب بهترین نوشابه است. هر کس که کباب میخورد میگذرد، هر کس که شراب میخورد میگذرد. مسکین که بنان قاق قناعت دارد، ترک کرده به آب میخورد میگذرد. رزق شما را خدا میدهد. هیچ وقت در زندگی ناشکر نشوید. بودگیش شکر کنید، بعد تماشا کنید. روز در قصه خواندم دانشجو وقتی که می رفتن در سمرقند و بخارا تعلیم می گرفتن، انتظار می شدن چیزی نبود بخورن. انتظار می شدن همین که بازار محکم می کرد، بازار گندم می رفتن، همون گندم های ریخته را با خاک جمع می کردن، تازه می کردن، می خوردن، پشت همون درخت ها خواب می کردن، با سحر می خیسن، از پس علم می شدن. خدا شاهد از وقت این قصه را خواندم بسیار گریه آبی چشمم داشته نشد. برای که ناشکر بودن خودم رو من اثبات میکردم. تصور کنید، انتظار میشدن بازار محکم میکرد، میرفتن همون خاک ها را توده میکردن، بازار گندم میچیدن، میخوردن. آنها همین دم روز بزرگ شدن. شاعران و ما سخن گویم، سخن خیلی زیاد است، اما مقصد من همین بود که در زندگی تنبل نشید. در زندگی همین مردم از همه بیش گنده میبینن نفری که میناله. همین نفری که در زندگی دویم همین میناله، این از خدا نمیبینن، از خدا طلب نمیکنن. آخر دائما میگیم هیچ برگ به اجازت پروردگار نمیافتد. خداوند همین قدر بزرگان و ای ماندن. آخر ما کجا، بزرگان کجا؟ باره هم فکر کنید، سر و سیمه نشوید، فکر کنید همون گوشت و خیله خوردگی ها کجا رفتن؟ هرچی در دنیا از فنا است. دل هستن بعضا نفرایی که باز ارزوی خانه و باز ارزوی ماشین و قصه بزرگ رو یادآور کرده بودیم. یک بزرگمون تنها خورده نمیتوانست. روزی میبیند که یک موی سفید است، دعوت میکنه که بیا یک جا بخوریم. وقتی شروع میکردن به نام خدا نان رو پاره میکنن. موی سفید نمیگوی به نام خدا. موی سفید میگه من به خدا باور ندارم. حیران میشد چگونه؟ میگه من به خدا باور ندارم. میگه خیز رو از من نخور، خوراک نمیدی. در حال پروردگار ملائک را روان میکنه، میگه من این بنده را تا امروز رزقش را داده اومدم، تو کی هستی که این را میرانی از نزدت؟ تو کی هستی که این را میرانی از نزدت که تا امروز من رزقش را داده اومدم؟ تو برای یک برده اینا. ببینید خدا رزق همه را میدهد. در زندگی صبر کردن، آموختن و
از که دیدن را آموزید. خداحافظ.